تیکه‌هایی از کل هفتم هم گذاشتم توی ویدیو. از هر روزش نیست و مثلا از یه روزه به خصوص هم نیست، هر تیکه‌ای از یک روز. باورم نمیشه بعد از 3 ماه اومدم ورزش و واقعا دارم فوت میکنه. همه چیز خیلی گرونه، همه چیز خیلی گرونه. کوکی پیشو کوکی سلام. خب امروز میخوام راجع به صبوری صحبت کنم. ادامه میگم که چرا و متوجه میشین که چرا. واسه خودم یه نوت گذاشتم که اینجا جلومه و هی دارم از روش تقلب میکنم. از اینجا بس شروع کنم که من خیلی همیشه آدم تندی بودم، همه کاریو خیلی سریع انجام میدادم، چه تو حالا شغلم باشه چه توی کارهای مختلفی که انجام میدم در روزمره، کار خونه، هر چیزی. و سالیان سال هم بابت این موضوع تشویق میشدم، کامپلیمنت میگرفتم که ایول چقدر تو سریع، چقدر تندی. و حتی به این خاطر توی محل کارم هم عموما هر جایی که میرفتم محبوب میشدم، چون که کارا رو زودتر انجام میدادم و خب این چیز خوبیه واسه کارفرما. که توی حالا گذر این سالها یک تا تویستی در واقع اتفاق افتاد و حالا همه چند سالی که مثلا روانکاوی میرفتم و بیشتر خودم رو شناختم، یک چیز جالبی متوجه شدم، اینکه خیلی وقتا تو چیزهایی که کامپلیمنت بابتشون میگیری و بابتشون تشویق میشی الزاماً چیزایی نیستن که شاید ویژگی‌های خوبی در تو باشن. شاید جنبه بیرونیش که بقیه آدما میبینن یا باش سر و کار دارن چیز باحالی باشه، منتها برای خودت میتونه آسیبزا باشه. و من متوجه شدم که این تند و تیز بودن یا حالا تر و فرز بودنه خیلی وقتا مثبت نیست و عجله داشتن و عجول بودن است. یک جایی متوجه شدم که خیلی فشار روی من وارد میکرده. شما فرض کنین که این موضوع قاطیشه با مثلا مسئولیت پذیری و یه مقدار زیادی خود سرزنشی، که اگه یک چیزی اشتباه پیش بره یا بد پیش بره یا غلط انجامش بدی یا حتی بی‌دقتی کنی، دیگه تو باید خودت سرزنش کنی بابت چیزای کوچیکا، مثلا مثل گم کردن فرض کن کارتت، کلیدت. من حتی حق این که بی‌دقتی‌ها داشته باشم به خودم نمیدادم. یعنی هم میخوای که تند باشی یا حالا حداقل توی ویژگیات هست، همین که نمیتونی بپذیری که اینها با یه سری چیزای دیگه میاد. مثلا عجول بودنه باعث میشه که بی‌دقت باشی، باعث میشه که یه جاهایی چیزا یادت بره، تمرکزت شاید کمتر بشه و همه اینا. حالا ترکیب همشون برای من وجود داشت. یک جنبه دیگه هم هست، یعنی اینو بذاریم کنار. من به شخص آدمیم که خیلی علاقه متفاوتی توی زندگی دارم، مثلا از حالا چیزی که توش کار میکنم و
تخصصمه تا چیزهای دیگه، مثل هابی هایی که دوستشون دارم، مثلا مثل کتاب خوندن، مثل ورزش کردن، فیلم دیدن، چیزای اینطوری منظورم. همه اینا برای من یک علاقه های خیلی ویژه‌ای و احساس میکنم که شاید اینطوری نیست که مثلا فقط کارم برام اولویت باشه یا خیلی برام اهمیت داشته باشه. تقریبا تمام اینا اولویت دارم و برام مهمه. این حالته که تو به چیزهای زیادی علاقه داری و میخوای تو همش هم با عجله به نتیجه برسی، خیلی چیز سمیه. برای من اینجوری بود، اینجوری هست بعضا حتی، ولی بیشتر میتونم بگم بود که خیلی نتیجه گرا بودم، سریع میخواستم، این دلیل عجول بودنم یه جورایی این بود که میخواستم تون به اون نتیجه برسم. بعد توی علاقه های متفاوتی که تو شخصیتم دارم، مثلا توی ورزش کردن دوست داشتم که هیکلم شبیه یکی باشه که کارش ورزشه، از صبح تا شب تو باشگاه، یا توی مطالعه کردن مشابه یکی باشم که رو زندگیش با ادبیات میگذره، یا فیلم دیدنم مشابه یکی باشه که مثلا منتقد سینماست و میخواستم همیشه که تو همه اینا بهترین باشم. اون فشاری که ناخواسته به خودم می آوردم برای اینکه چیزهای زیادی که دوست دارم رو کاور کنم و توی همشون هم بهترین باشم، حالا بهترین توی ذهن خودم. خیلی فشار عجیب غریبیه. بعد حالا فکر کنیم که همه اینا مثلا عجول بودن، نتیجه گرایی، اینکه بخوای بهترین باشی، اهمال کاری که توی قسمت قبلی هم مثلا بهش اشاره کردم، اینا با هم قاطیشه دیگه. واقعا تو ببین که چی به سر روان و مغزت میاری. عموما هم برای من یه حالتی میشد که چیزی رو شروع میکردم، مثلا ورزش 4-5 ماه ورزش میکردم، بعد ولش میکردم، یا یه مدتی سفت مثلا کتاب میخوندم، دوباره ول میشد، مثلا یه مدت کوتاهی دوباره از اول. بعد دیدم که نه، اینطوری نمیشه. من فقط انگار میخوام که یک نتیجه‌ای بگیرم، یه چیزی رو انجام میدم، یک بازی میبینم که نه، داره نتیجه‌ای که میخوام اون نمیده، یا حداقل واضح نیست، به چشمم نمیاد، در حالی که خیلی از اینا یک پروسه‌ایه، یک مسیری داره. الزاماً اصلا نتیجه گرایی درست نیست. اینکه دوست دارم سریع از همه چی نتیجه بگیرم باعث میشه که سریعم یه سری مسائل رو رها کنم و برم مثلا سراغ یه چیز دیگه، یا اصلا رها کنم دوباره برگردم سراغش، ولی هی پایدار نبوده، هی تیکه تیکه بوده. و خب صبوری اینجا برای من خیلی اهمیت پیدا کرد. دیدم که اصلا این سلسله مراتب جایش که میلنگه فاکتور صبوریه برام و هی باعث میشه که من احساس ناامیدی داشته باشم، احساس ناکامی کنم نسبت به خود. موقعی میتونه چرا غذا یه موقعی زندگی میتونه که تند باشه، یه موقعی میتونه کند پیش بره، یه موقعی متوسطه. خب خیلی بستگی به عوامل بیرونی هم داره دیگه. یه موقع مثلا شما مجبوری زندگی تو داره تند باشه یا هر چیزی، ولی حداقل اون بخشش که در اختیار خودمه و 100% مربوط به خودمه رو سعی کنم بیشتر کنترلم بگیرم. همه اینا ارتباطش رو با دیسیپلین داشتن در واقع من یه کمی روش فکر کردم. چیزی که متوجه شدم اینه که صبوری حتی توی دیسیپلین داشتن هم خیلی اهمیت داره و حتی تمام این فاکتورها مثل صبوری، مثل اهمال کاری، مثل دیسیپلین داشتن، تمامشون یک چرخه‌ایه که به هم خیلی ربط داره. چند تا پیپرم راجع به این قضیه خوندم که خیلی برام جالب بود. اگه کسی دوست داشت میتونم براش اینا رو بفرستم. و خیلی بامزه است که تو اگر که صبور نباشی، میخوای تون به یک سری نتایج برسی، تون یه مسیرایی رو طی کنی، این باعث میشه که به اون نتیجه، حداقل در مورد من، اینو دارم در مورد خودم میگم، نتیجه که میخوای نمیگیری، ناامید میشی، ول میکنی و دیسیپلین خواه ناخواه از بین میره کلا. همیشه هم میدونستم که باید دیسیپلین داشته باشم. خب خیلی چیز خوبیه، خیلی چیز قشنگیه. فکر میکنم روی این اکثر آدما با هم موافقیم که دیسیپلین داشتن خیلی چیز مهم و خوبیه. اما برای من یه جای کار میلنگید، باعث میشد که هی تلاش‌های مداوم کنم واسه اینکه چیزی که میدونستم خوبه، یعنی دیسیپلین رو حفظ کنم، و هی نمیشد. تا اینکه توی مسیر قرار گرفتم که بفهمم من چرا دیسیپلین رو نمیتونم جوری که باید حفظ کنم. این شد که رسیدم به این موضوع مهم برای خودم. حالا ممکنه توی زندگی یکی دیگه صبوری بیش از حد مسئلهش باشه، یعنی باید کمتر صبور باشه. یکی مثلا کنده، باید تندتر باشه. توی هر کسی خب این متفاوته. ولی چیز اصلی که میخوام بگم اینه که بعضی وقتا یک سری کارا رو میخوایم انجام بدیم و هی نمیشه. شاید واقعا مشکل اصلی این نیست که مثلا ما توانایی کافی رو نداریم یا
انرژی کافی رو نمیذاریم، شاید واقعا مسئله یه جای دیگه گیر کرده، یک نقطه دیگه داره فشل کار میکنه تا یه چرخه رو کلا به هم میزنه. یعنی حتی توی روابطم، واکنش هایی که به مسائل مختلف داشتم، همه اینا تحت تاثیر این بوده. الان که متوجهشم میبینم خودم میتونم کمتر گیر بدم، خودم میتونم بیشتر درک کنم، آدم ها رو میتونم بیشتر درک کنم، با خودم مهربون تر باشم و همه این. به هر حال که خیلی از مسائل یک سلسله مراتبی داره، یک چرخه‌ای داره که همشون باید درست کار کنن تا اون اتفاق نهایی بیفته. اتفاق نهایی برای من دیسیپلین بود و هی نمیافتاد تا اینکه پیدا کردم خب حالا این حلقه گم شدهش چیه. ممکنه در ادامه بفهمم مثلا یه چیز دیگه هم هست، یه چیز دیگه هم هست، ولی حداقل الان این داره یک گره رو باز میکنه. حالا جالبه، من کلا دوست داشتم که این قسمت رو راجع به نحوه برنامه‌ریزی کردن خودم صحبت کنم که در واقع درصد بیشتری از برنامه‌ام رو انجام بدم. بعد دیدم که این مسیره یک مسیر چند ساله‌ای بوده که الان رسیده به اینکه من برنامه‌ریزی خوب بکنم و به اون برنامه‌ریزی برسم. تصمیم گرفتم اول از این بخش ابتداییش صحبت کنم، بعد برم سراغ حالا اون مدل برنامه‌ریزی که برای من کار میکنه. برای همون دوست داشتم که راجع به دیسیپلین، راجع به صبوری کردن و ارتباطی که با اهمال کاری داره، مثلا من چون که میدیدم نمیتونم خیلی کارا رو خوب انجام بدم یا نتیجه‌ای که میخوام نمیده، اصلا انجامش نمیدادم که تبدیل میشد به اهمال کاری. بعد اون باعث میشد که دیسیپلینمو از دست بدم. خلاصه که همه اینا خیلی به هم میتونه ربط داشته باشه. اصلا همون ویدیو اولم فکر کنم گفتم که یکی از دلایلی که دوست دارم روی یوتیوب اکتیو باشم اینه که دلم میخواد این دیسیپلین داشته باشم که مثلا هر هفته فرض کن ویدیو آپلود کنم و این برای من شکل یه تمرین شده. هیجان انگیزه که دارم یک سری چیزهایی که هیچ وقت برام چی بهش میگن قفلش باز نشده بوده رو آنلاک میکنم. یک چیز خیلی مهمی که بگم که دوست ندارم این اتفاق بیفته اینه که این تجربه شخصی منه که دارم راجبش صحبت میکنم و دلم نمیخواد هیچ جوره شبیه این باشه که مثلا نشستم و دارم راجع به یک موضوع مثلا تراپیوتیک صحبت میکنم در حالی که تخصصش رو ندارم و اصلا تو این هیته کاری ندارم و نمیخوام این دوتا یه مرز باریکی هم داره، نمیخوام اصلا این مرز رو رد کنم. خواستم اینو بگم. علاوه بر این اگر که شما هم جایی حس کردین که شاید این مرز عبور کرده، خیلی خوشحال میشم بهم تذکر بدید. نمیخوام وارد یک جایی بشم که اصلا متعلق به من نیست و درستم نیست که وارد بشم. حالا بخوام از لایف آپدیت بدم، در واقع اینکه کتابی که گفتم هفته پیش، آرزوهای بزرگ، من تقریبا تموم کردم. فکر کنم مثلا فردا تموم شد، یک 100 صفحه اینطوراش مونده و یک تیکش بود که من همینجور نشستم داشتم میخوندم و هی گفتم پشمام پشمام پشمام. اصلا خیلی باحال بود، خیلی دوست داشتم. و حالا خیلی بامزه است که اون زمان این هر هفته پخش میشد، مثل سریال هر هفته توی فکر می‌کنم روزنامه مجله چیزی چاپ می‌شد و آدما مثلا هر هفته می‌خوندن اینو تا ادامهش هفته بعدی. خیلی باحاله. تا سریال داشتم می‌دیدم که تموم شدن دوتاشون. یکیش استودیو بود که باحال بود. من به خصوص اپیزود اولش رو خیلی دوست داشتم، حالا بعدیاش کمتر، ولی کلا دوست داشتم. و مابلند که تام هاردی توش بازی میکنه و من خیلی دوست داشتم، باحال. آهان، یه چیز مهم این که روند این ویدیو گذاشتن ها یه کمی حالت داستانی داره، مثل همون سریالی داره. و حالا یک جایی از این ماجرا میخوام درباره مهاجرت معکوس هم صحبت کنم که به نظرم خیلی موضوع باحالیه و حتی چند نفرم بهم گفتن که مرسی که بهم گفتین. اگر هم که راجبش سوالی دارین، مثلا میخواین راجب یه چیز خاصی در موردش بدونین یا چیزای این مدلی، بهم بگین که وقتی که دارم فکر میکنم به این که مثلا چون خیلی جوانب مختلف داره این موضوع، اینکه خب مثلا اینو بگم اونو بگم فلانو بگم، این چیزهایی که شاید برای شما سواله توش در نظر بگیرم و راجبش بخوام صحبت کنم. این از ویدیوی این هفته که خیلی هفته پروداکتیوی برام بود. خیلی خوشحالم. اکثر روزا تونستم به حداقل 80% برنامه‌ام برسم. تونستم واقع بینانه تر برنامه ریزی کنم و هی دیسیپلینم بهتر شد. یه چیز خیلی مهمه دیگه، این که ورزش هم شروع کردم دوباره. بعد از 3 ماه که ول کرده بودم شروع کردم و الان یک رویکرد متفاوتی دارم بهش بر اساس چیزی که گفتم. بریم ببینیم که در ادامه ماجرا چی میشه، مثلا تا کجا من میتونم خودمو درک کنم. حالا داستان این که ولش کردم
این بود که چند تا پروژه خیلی زیادی داشتم که وقت نکردم برم دیگه باشگاه. یعنی عملا تایمایی که مربی که دوست داشتم پیشش کلاس برم وقت داشت اصلا به وقتای من نمیخورد، به وقتای آزاد من. و این شد که من دیگه تقریبا میشه گفت ول کردم، همزمان باش رژیم غذایی که داشتم ول کردم. یعنی اینکه گفتم همه چی انگار با هم کار میکنه، دیدم اون که نمیشه، اینم نشه، اونم نشه، همه چی ول میکنم. حالا بیافتم از اون ور پرخوری کنم، خوش بگذرونم فلان، تا اینکه حالا دوباره یه روزی برگردم به مثلا ورزش کردن، به سالم غذا خوردن، این چیزا. الان با اینکه همچنان از اون موقع سرم شلوغه، کارام زیاده و همه اینا، ولی با این حال تصمیم گرفتم که برگردم به ورزش. الزامی نداره که حتما غذای خیلی سالمی بخورم در حالی که دارم ورزش میکنم. میتونم اینو داشته باشم و نداشته باشم، حالا بر اساس زمانی که زندگی من داره. الزامی نیست که حتما بهترینش باشم. همین. و مرسی که ویدیو رو دیدین. اگر که تا اینجا اومدین، خیلی برام خوشحال کننده بود که بهم نظر دادین، برام نوشتین و فیدبک های خیلی باحالی گرفتم. مرسی. اگر که دوست دارین اینجا رو سابسکرایب کنین. من فکر میکنم که هر جمعه یه ویدیو بذارم، حالا راجع به موضوعات مختلف از زندگی خودم، یه چیزی از هر چیزی. و همین. مرسی کلی. خدافظ.